حالا دوباره. از سیرالله موسوی خواهش میکنیم ساختمون محلی حاجی پور را درست کند، یه زمینی بهش بدهد. قدیمیه محلی حاجی پور ایثارگر است آقای سیرالله موسوی. محلی حاجی پور چند سال از کارگری میکند و خرجی ندارد، زمین ندارد، مسکن ندارد. بهزاد نوروزی یه ساختمان دارد در شهرستان لردگان و در روستای شیشبره میانه که نیاز به ساخت و ساز دارد. آقای رولا موسوی ازت خواهش میکنم ساختمانم را کلیدی کنید و زمینی برای محلی حاجی پور بدهید که برای عیالش مسکن درست کند و جاده بهزاد نوروزی را که در کنار پل باغ امیل به سمت مزارای نوروزی شروع می شود اسفالت شود.